چه نظم سلامت باشید. خواندیم با نشرم کردیم این نوی برنامه تنا اینا بگو. این درباره یک تیرش نه که من 3 ماه پیش گفته بودم. اگه افسری بهترینی یعنی تاجیک این کار انجام دهد، حتی من در اون نوارم گفتم که با اوتو اولاد واردی بیشت می شود. همینه 10 میلیون تاجیک رها می شود، 8.5 9 میلیون تاجیک رها می شود. خیلی 1 میلیونش دروغ، ما همین 9 میلیون با دکه دادیم از یکو. این مردم همه آزاد می شود. یک کلمگی هم دعا کنم میدونه این کلم 9.5 10 میلیون دعا می رسد اون برادر با. اینا ما 3 ماه پیش فکرش کرده بودیم. اکنون شما خودتان یک فکر کنید، هر روز یک عسکر و افسر کشتاسن. سبحان الله، قدر تاجیک کو نمیدونم چی گویم. اکنون مردم خفه کردنی نیستم و هر روز یک آدم میکشن، هیچ کس، همه خاموش های، همه سبحان الله یگان چی نمیگوین. اونها انسان هستن یا حیوان هستن؟ آدم هایی که میکشن این مغول و مرغت ها. یک پرسگ از بین برای هیچ گم نه به نام الله. هزاران میلیون ها تاجیک خرسند میشود، دعا میکند. حتی اگر جنایتکار باشد همون برادری که همین کار انجام میدهد، باور کنید واردی بیش میشود. اینو از حد گذرانده نکن. اینا با خلاص شدن در کار دیگر خلاص شدن در کار. خیلی ظاهر همون یک تاجیکه که به هوده زدن کشتند و گفتن که 4 ایتر به خودش پرتافت. بگم رحمانوف همون دام رستم راست کردگی به برامده است، خودش پرتافت است. تمام همه قدر گرم میگویم الله لعنت شون کنه. ما امید داریم که جوان مردو هستن بین این ظالم های پلید ها با خودشون اندیشه کنن. حال این مردم بینید سبحان الله، این مردم حالش حال سگای. با امروز موبیلیزاسیون اعلام کرد و شواری بینیکاش خیلی وضعیت توجیکا بد میشه به خدا اکو. فهمیدید؟ به پول میبرن. این دفعه زده کندوق اتوماتیکی پیش کردن برن، نه که فایده نداره، شکست است، نزدیک است. همون نفتوی اساسش از بین رفت، همون نفتو این ارتشش رو یعنی پیش میبرد. پول که نشود خودی ارتش طرفی اون بدبختی 1.5 متر میگرده. این روزا نزدیک است. ملت تاجیک باید هوشیار باشن. باید هر مادر و خواهری که در تاجیکستان زندگی میکنن، شوهراشون در روسیه هست، باید دعوت کنن به وطن برگردن. انشالله رحمان ما دل ما گواهی داده ایستاده است که پیروزی نزدیک است. این مردم حتما آزاد میشوند. دیگر این خیلی زندگی کردن گناه است. این مردم نان دهنشان هم در تاجیکستان گذاشتن، هم از تاکسی راندن مانندوسن. نمیدونم اینو از کدام قبرستان پیدا شده این ملت اینقدر ظلم و ستم کردن. این خودش از زبانش شنیده بودیم که من به خون آمدم به خون میروم گفته بود. در این باره یک شعر میخونم، به خدا حافظ میکنیم، برادرها در آن صحبت کنم. محمد رحمانوف گفته بودن که من به خون آمدم به خون میروم. و ما ایجاد کردیم که من به خون آمدم به خون میروم، نزد الله لال و گون میروم. اهل و اولاد من گدازادن، از پس نفس سرنگون میروم. آه بسر جبر و ظلم کنون میروم، عاقبت واژگون زیدون میروم. غارت و قتل من نشد توشه، 100 دریغ من زی اشک خون میروم. 100 دریغ من زی اشک خون میروم. همون قهرمان ملت، همون شیرمرد ملت، همون امنیتی ملت اگر یک تیر در پیشانه همین زند کو، این رحمانوف باور کنه از پس نفس سرنگون می رود. بس از سبحان الله اینا صبر کردن. دلتون برای مردمتون برادر محمد یعنی که نبیره واقعی رودکی است. واقعا خداوند مثال ما هم می نویسیم، یعنی قلم داره می نویسیم، ولی الله سبحانه و تعالی یک تینتی شعر نویسی و یک تینتی یعنی که جاذبه که در یعنی که شعر است و بیان میکند، این از اعماق قلب انسان میبراید. یک بار دیگه شعر بخونده
کیف کنیم. واقعا خیلی زور برای رحمانوف گفته، واقعا بهترین. من انشالله میخونم یه بار دیگه. من به خون آمدم به خون میروم، نزد الله لال و گم میروم. یعنی یک ترکی زد وای تمام لال و گم میرود نزد الله. اهل و اولاد من گدازادن، از پس نفس سرنگون میروم. به خاطر نفسش میرود. بله اوه بسر جبر و ظلم کنون میروم. همون تری دایدوی که آمده که زد، اوه بسر جبر و ظلم کنون میروم. عاقبت واژگون زیدون میروم. یعنی این دنیا با من میروم، واژگون میشوم. غارت و قتل من نشد توشه. اونقدر قتل 600,000 گفتن می تاکی 800,000 آدم مرده کشتگیرم. غارت و قتل من نشد توشه. اونقدر پلای دوزیدگی، اونقدر قتل ها توشه آخرت نمی شود. 100%. غارت و قتل من نشد توشه، 100 دریغ من زیاشکی خون میروم. الله بدن آغشته خواهد. ولی باوری دارم بدنش به خونم نایبرا این بدن لالد. خونی این شق شده گه، این اونقدر آدم قتل کرده گه، اونقدر جوانا مردن. سبحان الله. یگان کسی نایبرا نه تسلیت میکند، نه همدردی میکند، نه اندوهگی میشود. سگی پوتین مرد، همون شب دست روش نشته مراد میزن از بغلش به خواب مراد. همون سال 2004 بود 5 بود فهمیدیم. یک شب اویلو که مراد $4,000 بوده است. حتی تا طهارت های رحمان رو میکرد از همون مراد. مراد دیگه خیل یعنی که در اومد داره. مراد اویلک پویلک هم نداره. مراد دولت در دستشونه اونو دیگه. نه آخران شدن، آخران همون هم یک گدای تپوش کپوش بودن. آخی فهمیده اکنون مردم ظلم کردن، باغ و راغ گرفتن، تمامی زمین های مردم غصب کردن گرفتن. اکنون بای شدن. یکی اونا کو شب و روزاشون اکا باور کنید ترس و حراس های باور کنید. همین لقمه حرام که خوردی خدا همون دلت به یک سیاهی پیدا می شود، تلخکف می شوی. اینا شب و روز خواب ندارن، فقط با زبان شیرین تاجیک رو استفاده برداشتن. با یک ویدیو شدیدم غمنیتیش فرمان داده است نروزن بیلا که این مردم را به راه راست هدایت فرمایید. راه راست چیه؟ در نارنگ رفته است. مردم میگه در روی مسجد شتگیم گفتن که سویت کشتن، میگه نگه داریم ونتیلاتور در بالا سرمون کار دارن. میگه اومدن گفتن که با میکروفون گپ نزنه، با میکروفون از اون نگی. میگه گفته است برای چی؟ برای اینکه پیشوای ملت در همین نورکه یک صدای مسجد، صدای اذان مبادا ببرویا پیشوای ملت ناراحت شوه از صدای اذان و از صدای گپ میزنی. اینا پیشواتون، انا اینا پیشواتون میگن. شما اینا دوست داشتن تون با کدام عقل است نمیدونم. بله با همه خیلی چاپلوساش قویده موندگی هم که زبان هم بدبخت بکی نوشرمه در سوره نیسا نویستگی است که کسی اگر یک انسان را خونش را بیگناه رزاند وای را الله نمی بخشد میگه، وای خداوند نمی بخشد میگه. و الله یکم بار زبانش نشنیدیم و خداوند وای نمی بخشد میگه. خدا زده 600,000 تاجیک کشتی تو خونی آنها رو و این که کشته است ادامه دارد. اینا حساب نیستن. فقط تا سال همین 2001 حسابی که بدگی همین قدر است. یعنی این گفتی که این بسیار پلیده. این لعنتی بسیار پلیده است. خدا لعنتش کند. خب در آخر وقت بسیار گفتیم اکو یک شعری کوتاه که دیگر درباره اینم نفسش هست. میگویم با مردم ما برون صحبت کنن ترس بس هموطنان عزیز. من مادری عزیزم رو آنچنان باور کنم، مادرم من دوست می داشتن که از بین 11 فرزند هیچ کس اون خیلی یگان فرزندشون رو خیلی دوست نمی داشتن. آچی منم به نهایت مادرم دوست می داشتم اکو. من مادرم رو قربان کردم در این یاد. هموطنان عزیز بیدار شویتان. الله رحمت کنه مادرم. همه دنیا نصیبی تو بگردد. امام علی شریف بویش همه دنیا نصیبی تو بگردد. بدون ناصرمو مثل گدایی، برای یک صغیر نان ندادی، با قوم اژدهایت جان فدایی.
رتت روز کفن پیچت نمایند، به گور به ثروت و مالت درایی، دریغ عمر رفت بیهوده برباد، نه ظلمت سود کرد نه بایگرایی. بدان بعدی سرت مردم برقصند، به هر یک خاندان توی و خدایی. امروز با کودکای در دستاشون گرفته سو کدام خدازده استورات گرفته است که انا غمخور ملت کودکچای مایده دست یک دخترچه گرفته که در دست یک دخترچه راه رفته است. رحمانوف این کاراتون نمیگذارد. رحمانوف اگر از مهنت حلالش یک صغیر و یک بردن نام داده باشد توف دارد محمد تقاریف که تمام پول و مال و دزدگی حرام است و پول مردم است. پشت فلان مردم این کتگی میکنه و صغیرها به یک بردن نانو یک پشک کندی پوسیدگی میبرن بیتد. مهنتش به رحمانوف یگان کس و یگان بردن نان نداده است. اینا فراموش نکنیتون هموطنان عزیز. همین بود. برادرها صحبت کنیتون، نترسیتون. والله بالله تعالی پشیمون میشویتون. بعدی این دنیای ترک کردیتون، این که ظلم و ستم دیده خاموشین. نترسین. همین یک روز آمده یک روز میروی. از یک ظالمه که بر ضد الله ما، بر ضد رسول الله ما، بر ضد مادر و خواهر ما، بر ضد دین ما برآمده است. نه خما ترسیم، نه خما الله که آنقدر ناز و نعمت برای ما داده است، آنقدر فرزندای خوشروی و زیبای و زنی زیبای و پدر و مادری خوشروی داده است. ما از وی نترسیم و سبحان الله از یک خر تجاوز کن ترسیم. نعوذ بالله. بیدار شویدان. سبحان الله. شما چه مرده. السلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشه برادر محمد طبیب. الله مادر رحمت کنه و خداوند خودت فرزند صالح باشی و در حق مادر دعا کنی و الله تمام مادرای گذشته و پدرایی که از دست ظلم این رحمانوف گذشتن خداوند رحمت حقشون نموده باشه و خداوند این کثیفی پلید رحمانوف در بدترین جایگاه جهنم قرار بوتیه. الله بگیز این پلیده از آتش جهنم نجات نتی. مبارز. بله